السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز یک سوال داشتیم. همین سوال طول 7 سال میشه تا حاضر به جواب است. سوال همیه که استاد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شب معراج رفت با یک روایتی که همون کرپش گرم بود و این کار یک شب دوام کرد با یک شبی دنیایی و رفت پیامبرمون دوزخ دید، بهشت دید، با پیامبران دیگر سلام کنی رفت. در همین وقت دنیا استاپ شده بود، من شده بود. نه، اون طرفش عالم غیب است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم جایگاهشون گرم ایستاد، یعنی در همین مدتی کم گشته اومدن، در مدتی کم به جایگاهشون گشته اومدن، ولی خودی از مسافه مکه تا بیت المقدس زیاده از 1000 کیلومتر است. در یک ماه مسافرها با شتر می رفتن از مکه تا دمشق، تا فلسطین، تا بیت المقدس و از آنجا به بالای 7 قبد آسمان که بین آسمان ها از خودی بین زمین و تا آسمان 500 سالینه راه است. قفسی آسمان دنیا 500 سالینه راه است. بین آسمان یکم و دوم 500 سالینه راه است. یعنی بعد هفتم آسمان به یک جای برآمدن که حتی در نزد درخت سدرة المنتهی حضرت جبریل گفتن که من تا همین جا حق دارم، با اون طرف خدا تنها میروی، من دیگه جای حقوقی بالا برآمدن ندارم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون بالا برآمدن. یعنی این مدت ها الکی مسئله های غیب است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده خبر دادن، مشرکای مکه گفتن که اکنون دروغی تو معلوم شد. ما گفتم به دمشق به بیت المقدس در مدت یک ماه میرسیم، تو باشی در یک شب دعوا کرده که رفته اومدی. اکنون دروغگوییت اثبات شد. به حضرت ابوبکر هم رفته رساندن، گفتن که ابوبکر دوست دروغگویی را شروع کرد. چی گفت؟ گفت که در مدت یک شب تا فلسطین رفته از بیت المقدس، بعد به آسمان رفته است، با گشته اومده است و حالا که ما در مدت یک ماه میرویم. و حضرت ابوبکر گفتن که این قال صدق، اگر گفته باشد راست گفته است، من او را از این هم در مدتی کمتر تصدیق میکنم. خبری وحی آسمان از بالای 7 قبد آسمان وقتی که آدم سوال میدهد، پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابش را ندارند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم دانشمند نبودند، خواندگی نبودند، نوشته نمیتوانستند. همون لحظه وحی می آورد، جبریل خبر را می آورد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوال دهنده جواب میگفتند، با یک جوابی که عالم های و دانشمندا در حیرت میماند. جوابی درست، جوابی معجز، عاجز کننده. بعضی هاش مثلا 1400 سال پیش بودن، امروز کشف شد اون جواب ها، برای اینکه اون خبری آسمان بود. من گفتن از این مدتی کوتاه‌ترش تصدیق میکنم و سخن های اون آدم باور دارم. بنابراین بعضی علما گفتن که از همینجا حضرت ابوبکر صدیق نامیده شد. راست گفته است، راست گفتی یا رسول الله، صدقت یا رسول الله، راست گفته یا رسول الله، گفته میسادن. کافرها هم اومده وقتی که گفتن همین خیلی گپا گفته ایستاده، گفتن که راست گفته است اگر گفته باشد. بنابراین اون در نظر ما الکی غیب است. بنابراین ایمان آوردن به اسراء و معراج مسئله های عقیدوی هست، یعنی غیب است. الله تعالی الذين يؤمنون بالغیب، آنهایی که به غیب ایمان آوردند. در ابتدای سوره بقره ثنا گفت، پیش از آن که به نمازگزارها و زکات دهنده ها ثنا گفت، اول گفت که الذين يؤمنون بالغیب، آنهایی که به غیب ایمان میبرند. ما ندیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه با براق رفتند و از به بیت المقدس از آنجا به آسمان برآمدن، ما اینا ندیدیم، ولی ایمان میبیاریم. در سوره نجم الله تعالی خبر داد، در سوره اسراء خبر داد و اینچنین در صحیح بخاری آیه اسراء و معراج آمدگی هست. این مسئله های عقیدوی است، کسی این کار کند از دین میبراید. یعنی مسئله های غیب است. غیب یعنی از حاضر فرق میکنه. شما خواب میبینید، البته این در بیداری شدگی است. خیلی که امام طحاوی عقیده امام ابو حنیفه و قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن را بیان کرده، گفتن که یا قواتن در بیداریشون رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، نه خیلی که بعضا گفت که در خوابشون رفتن. ببینید در خوابتون به مکه میرید، به اون دنیا هم میرید، گاها به مرده ها و میخورید، یا از مشرق تا مغرب میرید. این چنین جین ها هم همین خیلی در بیداریشون مخلوق هستند، در یک شب یک جاها رو رفته میبیان. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که کدام آدمی که به حج بدون میقات به واسطه جین ها رود، حجش باطل است. یعنی برای چی اینجا گفتم؟ برای اینکه بودن در دمشق بعضی صوفی های بسیار گمراه، اونها به واسطه جین ها روز عرفه در دمشق بودند، در سحری عرفه، و روز عرفه باز در عرفات حاجی ها او را دیدن، حاجی هایی که از محله هاشون حج رفته بودن، یک ماه سفر کردن، در روز عرفه دیدند، چون که بعد یک ماهی بازگشتشان اومده خبر دادن که ما فلانی را در عرفات دیدیم. گفتن باز روز عید در دمشق اومده نماز میخواند. یعنی بعضی جین ها برده می آورد.
اونا به جن سجده میکردن و در نزد مردم و بعضی عامی های بیسواد اینا رو اولیا میگفتن. بعد اولیای الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدت 10 شبانه روز با شتر سفر کردن. سید اولیا بعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر هستند. 10 شبانه روز با شتر میرفتن با راه. اما کسی که به واسطه جن میرود، واقعا اونا میرفتن به عرفات، نماز پیشین مثلا در عرفات یا عصر در عرفات مردم میبینن، با گشته میبیاد بیگاه عرفه در دمشق در مسجدها حضور میکرد. بنابراین کسی همین خیر کند حجش باطل است. در کتابا هست اون اگر همین چیز حقیقت نمیداشت ذکر نمیکرد. بعضی صوفی ها را شیطان ها اومده فریب میکرد، من فرشته یا من خدا، بیا من تو رو به مکه برم گفته. همین بعضی صوفی های تاجیکستان هم بعضی برادرها میپایند در کوه زندگی میکرد از یک وقتی معین، نامش نمیگیرم، میگن وقتی نماز تهجد رفتیم خیمه داشت، میگن منتظر شدیم. در همین تاجیکستان خودمون شدگی واقع است. منتظر شدیم، خواب است در داخل خیمه اش، آفتاب برآمد خواب است، زده در آمدیم به خیمه اش، گفتیم که حقارت کردیم، گفتیم که برای چی نماز نمیخونید خودت اولیا میگیری؟ گفت من در مکه پیش نماز بودم، گفت در مسجد کعبه امام بودم، گفت یعنی این چیزی حقیقتی که مردم با چشمشون دیدگی هستن. همین خیلی خزعبلات دارن، یعنی سخنهای خرافاتی باطل دروغی محض. اما شاید در خوابش یعنی گویا رفت آمد یا جنها هم خیلی فریب کرده، گویا تو در مکه پیش نماز بودی، یعنی امامی حرام بود است، من گفتم با اون در مکه خوانده اومدم. بسیار حقارت ها کرده، دشنام داد، یعنی که دروغ میگویی. گفتم چیزی که مثلا در جای ما هم هست، در دیگر جاها هم هست، همین خیلی یعنی مردمی گمراه هستن.